ابو هریره را شاید که من چندین حکایه هاش به شما گفته باشم، لیکن راوی این حدیثی که الحال به شما تحلیل میکنم خود ابو هریره هست. میخوام که باز کم توجه شما را به سوی ابو هریره روانه بسازم. ابو هریره میگوید از پدرم دیده، از مادرم دیده، از همه یار رفیقی که در دنیا داشتم پیغمبر خدا را زیادتر دوست می داشتم و برای پیغمبر خدا هر لحظه تیار بودم که جان ما در راه خدا فدا کنم و دائم پاسبانی نزد دروازه پیغمبر خدا را به عهده می گرفتم. میگوید مادرم مشرک بود، یعنی مادرش و پیغمبر ایمان نداشت و یک به پول هجومت در شهر مسکو شرکت شفافرما به شما پیشنهاد میکنند همچنین داروهای گیاهی برای پروستاتیت، قوی نمودن مردانگی، دراز نمودن مهلت همخوابگی، برای قد را بلند کردن، برای موی سر و ریش برآوردن، برای فربه یا خراب شدن، برای معده، گرده، پسریازم و ویتیلیگو را نیز پیشنهاد менамоянд. باوری ندارید، خودی حاضر به نمرهای در روی اکران بوده زنگ زنید. شفافرما در خدمت شما. گانگی خدا اعتقاد نداشت، مشرکه بود. هر باره که دعوتش میکردم مادر اسلام را قبول کن، قبول نمیکرد. باره میگد گفتم مادر، گفتم اسلام چی دینی پاکیزه هست و خداوند در قرآنش خبر میدهد که هر کسی که چنگ زننده اسلام باشد هم در دنیا و هم در آخرت و عزتش بلند می شود. ما در اسلام را قبول کن. بجای آنه که اسلام را قبول کند این مادر من چنان حرفهای زد نسبت پیغمبر خدا که دیگر من طاقت نکردم. پیغمبر خدا را دشنام داد، حرفهای بیجا گفت، دیگر در خانه طاقت نکردم. چشمهام پر از آب نزد رسول اکرم حاضر شدم و پیغمبر خدا حال بیان کردم. گفتم یا رسول الله، الحال با مادر خود هم صحبت شدم، چندین بارها دعوت میکردم، چیزی نمیگفت، قبول نمیکرد، لیکن امروز بزم آنه که قبول کند باز چندین حرفهای بیجا و دشمانهای زیاده در حق شما کردن. این حکایه در کتاب حکایه صحابه میگذرد، در بخاری هم میگذرد. پیغمبر خدا چی می شود که در حق مادر من دعا کنی تا که خداوند او را به اسلام مشرف بگرداند؟ رسول الله میگد که مرا بسیار که دوست می داشت، به نهایت احترام می کرد و ایمان من ایمان صدقی که بود در حال دستش برداشت و گفت اللهم اهدی ابو هریره رضی الله عنه. خدایا پروردگارا صدای محمد اگر میشنیدگی باشی مادر ابو هریره را هدایت کن. پیغمبر خدا دعا کرده. ابو هریره میگوید همراه پیغمبر خدا من هم دستم برداشتم، در چهره خود مالیدم و باوری کامل هم داشتم که دعای پیغمبر خدا به اجابت میرسد. یک زمان نزد پیغمبر نشستم و به سوی خانه خود رهسپار شدم. وقتی نزد دروازه من رسیدم ابو هریره میگوید نگاه کردم که دروازه از داخل بند است. فریاد زدم مادر در را بگشا. با یک صدای مهربانانه ای که این صدا را بار من شنیده نبودم از داخل میگه فریاد زد ابو هریره فرزند من کم انتظاری بکش، الحال من دروازه تو را گشاده میکنم. وقتی گوش انداختم آوازی ریختن آب می آمد. فهمیدم که مادرم غسل دارد، آوازی دارد و نیت اسلام را قبول کردن دارد. وقتی میگد صدای آب که تمام شد دروازه گشاده شد میگد و مادرم میگد با مجرد که رسول اکرم دعا که کرده بود در دلش همون نور ایمان دیگر تجلی میزد، جوش میزد. لباسهاش میگه با همو بدنهای ترش این مادرم پوشید، حتی چنان دوید میگد که روی مالش میگه فراموش کرد بالای سرش پرتاید. نزد من دید ابو هریره گفت دیگر بر من هیچ صدای ناکرده و اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسول را بیان کرد.
ابو هریره میگد شاید که در حیاتم این چنین خرسندی را دیگر یاد نداشته باشم. چگونه که برای بی اسلامی و بی ایمانی مادرم گریان بودم، برای ایمان قبول کردنش از اون دیده با زیادتر گریه کردم و با این گریه شادیانه هم نزد پیغمبر خدا حاضر شدم. پیغمبر خدا، مادرم ایمانی بر خدا آورد، ایمانی بر پیغمبر خدا آورد. رسول الله شاد شدن از این بشارت من. و ابو هریره میگوید کدام مرد و زنی مسلمانی که اگر نام ابو هریره را میشنود در حال عاشق ابو هریره میشود. راوی این حدیث میگوید من از ابو هریره پرسیدم چرا که کسی صدای نام تو را بشنود و عاشق تو میشود؟ گفت وقتی که مادر من ایمان آورد از پیغمبر خدا باز درخواست کردم یا رسول الله یک دعای دیگر از تو تمنا دارم، دعا کن که مرا و محبت مادر مرا در دل تمام مرد و زن مسلمان خدایا جایگیر بگرداند. رسول الله باز دست خدا میگه پهن کردن اللهم حبب عبیدک هذا و امه علی کل مؤمن و المؤمنه. پیغمبر خدا گفت خدایا محبوب بگردان این ابو هریره مرا و مادر او را در تمام دل بندگان من خواه مرد باشند خواه زن. این دعای پیغمبر میگه در حقی من قبول شد، تمام مرد و زن مرا دوست می‌دارد. باور که من اونقدر حدیثی از ابو هریره زیاد نمی‌دانستم، لکن همین را غایبانه والله که دوستش می‌داشتم. امروز همون وقتی که در کتاب کشادم نگاه کردم، همون لحظه های اولی حدیث خوانیان به یادم آمد که من همین کس نمی‌شناختم، نمی‌دانستم. اینقدر تاریخیش که امروز می‌خوانم، لکن بزم همین محبت همون در دل ما جای گرفتگی بود. همین حضرت که قصه های زیاد دارد، من میخواهم همین حدیث به شما تعلیل کنم. گفتن رسول اکرم روز قرآن را کشاد و سوره زلزله که ما و شما میگوییم زمین جنبی، همین سوره زلزله که در پاره سیومی از قرآن است، حضرت میگد یک آیت این از آیت چهارمش تلاوت کرد. چی گفت؟ یومئذ تحدث اخبارها ثم قال اتدرون ما اخبارها. همین آیت خوان. این آیت چی معنا دارد؟ روز قیامت زمین و سخن می آید. زمین اخبار خودش را، خبرهای خودش را با امر خداوند به خداوند خبر می دهد. رسول الله میگه گشته گفتن آیا میدانین که زمین چه اخبار میدهد؟ زمین چی خبر میدهد؟ آیا میدانین؟ قالوا الله و رسول اعلم. همگی ابو هریره میگوید همگی ما نشسته بودیم گفتیم خدا و پیغمبر او داناست که زمین در نزد خدا روز قیامت چی شاهدی میداده باشد. رسول الله گفتن فإن اخبارها ان تشهد على كل عبد و امة بما عمل على ظهرها تقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فهذه اخبارها. صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله بیان کردند، گفتند خبر زمین در روز قیامت بر خدا این است که میگوید فلانی ابن فلانی در پشت من در فلان روز، در فلان ماه، در فلان ساعت فلان و فلان عمل را انجام داد. استغفر الله، سبحان الله. همین زمینه که الحال شما بالای او نشستگی هستید، همین زمینه که بالای او شما نماز میخوانین، این زمین روز قیامت بأن ربک اوحی لها، خداوند وحی میکند، این زمین از زبان میدهد برای همه ما و شما شاهدی میدهد کیها چیها کردند، همگی را در نزد خدا خبر میدهد. لحظه های نشستن شما را در مسجد خبر میدهد،
لحظه های قدم های به سوی مسجد زدگی شما را در نزد خدا خبر می دهد. این تفسیر سوره زلزله است. خوش به حال آن بندگانی که بالای زمین پاهای خود در راههای نیک، در راههای خیر با عملهای صالح انجام می دهند. خوش به حالتان که زمین او روز از جانب شما خوش خبرهای به خدای خود خبر می دهد و شما به سبب این عملهای صالحتان در آخرت نجات می یابید. باور کنین عمل صالح در دنیا هم دستگیر شما می شود، در آخرت هم دستگیر شما می شود. من یک قصه را برای شما بیان می کنم که در دنیا عمل صالح چگونه آدم دستگیر می شود. بعدا انشاءالله موضوع ما شروع می کنیم. رسول اکرم که راوی این حدیث ابن عمر است، در کتاب صحیح بخاری در کتاب بیع این حکایت می آورد. می گوید روز پیغمبر خدا گفتند 3 نفر به سوی یک کوه به سفر برآمدند. عمل صالح را نتیجهش نگاه کنید، در دنیا فایدهش نگاه کنید. برآمدند. وقتی که به یک کوه رسیدند به ناگاه باران سخت بارید و این 3 نفر برای پناه یافتن از باران یک غار را یافتند و در همان غار هر 3 نفر داخل شدند. یک لحظه رسول اکرم میگوید این 3 نفر نشسته بود، به ناگاه یک سنگ کلان از بالا جر شد، لغژان آمد و دهن این غار محکم کرد. این 3 نفر در داخل در یک تاریکی قرار گرفتند و در حیرت ماندند. گفتند اگر حال به همین انجام یابد ما و شما هلاک می شویم، زیرا قوت ما برای بیراه کردن این سنگ نمی رسد. این سنگ خیلی سنگ عظیم است، کلان است. و گفتند بیایید نزد خدای خود عملهای صالحی که در دنیا کردیم از برای خدا پیشنهاد میکنیم، شاید که برای عملهای صالح را انجام دادن ما و شما خداوند این سنگ را از بالای ما دور کند. یکی از این 3 نفره چی گفت؟ پروردگارا تو میدانی من چند گاو دارم و این گاوها را چراندنی می بردم و در چراگاه شیر اینها را می جوشیدم، خاصه می آوردم، شب برای مادر و پدر خود تسلیم می کردم، باقی که اگر می گذاشت برای فرزند و زن خود می دادم. همین من فقط از برای خدای تو کردم. و شب میگه آمدم، در دستم شیر بود، نگاه کردم که پدر و مادرم خواب هستند. دیگر دلی من نشد که پدر و مادر را بیدار کنم. همان ظرفی در دستم انتظاری کشیدم. فرزندهایم، زنم گریه میکردند، گرسنه بودند، لیکن من که احترام پدر و مادر خودم میدانستم، تا به پدر و مادر خود نمیدادم، بر زن و فرزند تسلیم نمیکردم. تا روز ایستادم، وقتی بامداد شد پدر و مادرم بیدار شدند، این شیر را به آنها تسلیم کردم، باقی او را بعد به فرزندهام عطا کردم. خدایا این حادثه را تو از من دیدی، من این خاطر شما و ترس شما کردم. خدایا به حرمت این عمل صالح کم این سنگ را از بالای ما دور کن تا که این آسمان سفید را ما بینیم. خداوند میگد این عمل که خالص از برای خدا بود، کم این سنگ میگد بیراه شد، کم روشنی در داخل غار پیدا شد. دویم نفر این میگد دست برداشت. خدایا گفت تو میدانی من یک دختر عمکی داشتم، بسیار به این دختر عمکیم علاقه زیچ داشتم، بسیار رفت آمده داشتم و حرکت من این بود که با این دختر عمکی خود یک جایه شم، زنا کنم. او روز یک برادر سوال کردند در شبهای تراویح که من سخن شما را گرفتم، با دختر عمکی و تقی خودم سلام نکردم، امروز اونا از من ملال شدند. میلش ملال شوند، خدا از تو ملال نشود، پیغمبر از تو ملال نشود، شریعت از تو ملال نشود.
این حکایه، این حدیث پیغمبر خداست. این جوان اراده زنا داشت با دختر عمکی خودش. وقتی میگه این زن بر من پیشنهاد کرد که 100 دینار بر من میدهی، مرحمت، من برای تو آن چیزی که میخوای آرزوی دلی تو را برآورده میکنم. با یک حال زاری میگه 100 دینار را پیدا کردم، در دستش دادم. وقتی این دختر عمکی ما میگه با پشت غلطانیدم، در بین پایهای او داخل شدم، بناگاه این دختر عمک میگه گشته گفت از خدا بترس، زیرا حال زناکار در قیامت خیلی شدید و خیلی سخت است. از خدای خود بترس. من دختر هستم، اگر میخوای بکارت مرا دور کنی به طریق حلال دور کن، بیا نکاح میکنیم، بعدا مرحمت. وقتی میگه این سخن من شنیدم از این دختر عمکم که از خدا بترس، خدایا من از تو ترسیدم و در حالتی که در نزدیکترین وقت این کار انجام میدادم از جای خود خیستم و آن شلوار خدا پوشیدم و به خاطر تو، از ترس تو، از بالای این دختر عمکی خود بیراه شدم. خدایا اگر این عمل به تو پسند آمده باشد، این سنگ را از بالای ما دور انداز. خداوند که میدانست که این عمل صالح بنده صالح بود، از برای خدا بود، کمی میگه با سنگ بیراه شد. سیوم این جوان چی گفت؟ خدایا گفت تو میدانی من یک کارگر را آورده در خانه کار فرماندم و حق او 1 کیلو گندم شد. وقتی من بر او کس دادم وی نگرفت، وی رفت. این کیلوی گندم او را من در زمین پرتافتم. آهسته آهسته از این 1 کیلو من به چندین گاو و به چندین گوسفندها رسیدم، حتی چوپانها خریدم. بعد زمانی چند این مرد آمد گو حق مرا بده. من گفتم این چراگاه، این چوپان، این گاو، همه این از حساب تو است، از حساب همون 1 کیلوی گندمی که تو نگرفتی این من در زمین پرتافتم، همه این از همون حساب است. گو مرا مسخره میکنی؟ گفتم نه مسخره نمیکنم، بلکه من از خدا میترسم، والله که این از حساب توست. همش گیر، همش میگه گرفت. این من خدایا از برای تو کردم، اگر این عمل من صالح باشد، بی ریا باشد، خدایا این سنگ از بالای ما دور کن. در زمان میگه سنگ از بالای همون غار بالکلی میگه دور شد که ما همگی از اون درون غار با یک آسانی و بی زحمت بیرون شدیم. ببینید عمل صالح در دنیا چگونه انسان نجات میدهد، در آخرت هم البته ما و شما را نجات بدهد. منم افتتاح سخنم همین بود که برادرای عزیز، یک روز بود، روز جمعه اول ماه رمضان بود. امروز جمعه آخری از ماه رمضان است. 1 ماه از حیات همه ما و شما گذشت. کار کنیم، بادروا بالاعمال صالحه را فراموش نکنیم. پیغمبر خدا گفتند در عملهای صالح سراسیمه باشین که حیات شما تیز میگذرد. چقدر حرکت کنین، هر روز هر ساعت غنیمت بشمارین، فقط در کار خیر، در عملهای صالح استفاده کنین، زیرا که مرگ، الموت یأتی بغتة، شاعر عرب میگوید مرگ ناگهان به سر شما میآید، دیگر شما در اون حالت توبه کردن نمیتوانید و عمل صالح را دیگر انجام دادن نمیتوانید. مرگ هر لحظه در پیش خود ببینید. میخواستم چند سوالهای هست، این سوالها را جوابش به شما میرسانیم ان شاء الله. جمعه آینده در باب باز همان نشانه های قیامت بر سمع شما میرسانیم. امروز باشد یک چند سوال است و باقیش در باب عید گپ میزنیم. السلام علیکم داملای شخصا برای من خیلی عزیز، خداوند پدر و مادر تو را داخل جنت گرداند. خواستم نامم را ذکر کنم لکن نامم کتابی نیست، ذکر نکردم. بعد جواب سوالم یک نام برای من بگذار، او را من انتخاب میکنم. این برادر یگان نام داشته است که غیر کتابی بوده است و از ما طلب کرده است یک نام خوب برای ما نصیب، یعنی اعلان کن. همون نام من است. این برادر من وقتی مکتوبش خواندم خواستم نام این برادر عبدالرحمن، فراموش نکن. وقتی عبدالرحمن ما ذکر کردیم کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون،
این کرامان کاتبین نام تو را در همان نامه اعمال تو، چگونه که در پشت یک دفتر ما و شما نام خود می نویسیم، در پشت کتاب تو می نویسد نام تو، دیگر اون اولا نه بلکه عبدالرحمن است و روز قیامت تو را به نام عبدالرحمن صدا می دهند. این برادر چی گفته است؟ میگویند که بالای سر پیغمبر خدا شکمبه پر از نجاست را پرتافتند. آیا این درست است یا نه؟ برادر عزیز، این حکایه اصل دارد. پیغمبر ما و شما بسیار عذابها کشیدند، بسیار رنجها دیدگی هستند. هیچ روز خوب رسول اکرم گذراندگی نیستند. جایگاه خوابی که امروز ما و شما نرم خواب میکنیم، این گونه جایگاه خواب نداشتند. این طعامهایی که امروز هر گونه‌ای که ما و شما میخوریم، این طعامها در پیغمبر خدا وجود نداشت و نمیخوردند. و این ساعتهای درازی که ما و شما استراحت میکنیم، این استراحتها از بالای سر پیغمبر خدا برداشته بودند. یک مسئولیت کلانی را رسول اکرم حس میکردند. حتی اسماء دختر ابوبکر صدیق، یک کیسه یادم آمد، الحال این به شما میرسانم. اسماء دختر ابوبکر صدیق بودند. وقتی میگن از من پرسان کردند که سختترین و شدیدترین روزی مشقت پیغمبر خدا را میدانی یا نه؟ بچه ها التماس در حالت صحبت گپ نزنین، آمدین در یک جا بنشین، جا کی شد انشاءالله بعدا جا میشود. اسماء چی گفتند؟ اسماء گفتند روز رسول اکرم در مسجد الحرام نماز میخواندند، مسجدی که الحال حاجی ها رفته زیارت میکنند. و ناگاه میگه یک توده مشرکین بالای سر این پیغمبر خدا هجوم کردند و هر کی هر خیل آزار در بالای پیغمبر خدا میداد. کدام او با شتم میزد، کدام او با دست میزد، کدام او توف میکرد، کدام او با زبانش لعنت میگفت. هر گونه آزارها میدادند این مشرکای عرب. صدا آمد، صدا بلند شد از داخل مسجد الحرام که یار محمد ابوبکر را فریاد کنید تا که این رفیق خود خلاص بگرداند. اسماء میگه ابوبکر نزد من بود، پدر من که بود نزد من نشسته بود و همان روز میگه 4 گیسوی میگه کشال کردگی داشت. یعنی 4 گیسو، 4 همون مویهای بافته‌ای که میگیم، 4 موی بافتگی میگه خیلی زیبا میگه بافته بود و نزد من نشسته بود. وقتی این صدا را شنید میگه رفت حال پیغمبر که دید میگه حضرت گریان شدند، داد گفتند اتقتلون رجلا ای یقول ربی الله؟ آیا مردی را شما قتل میکنید که فقط میگوید خدای من یک و یگانه است؟ با همین سبب، با سببی که میگوید خدای من یک و یگانه است، شریک ندارد، این بت‌های شما بیکاره است، با همین سبب یاری مرا قتل میکنید؟ این سخن وقتی میگه از ابوبکر شنیدند، همگی میگه بالای ابوبکر غور کردند، رسول اکرم بیراه کردند. اسماء میگه ابوبکر وقتی به خانه آمد میگه همان گیسوهای کشالی که داشت میگه وقتی آهسته میگه میقپید، گیسو خودش میغلطید. میگه از حساب بسیار کشیدن و از حساب آزار بسیاری که بالای سر ابوبکر دادن، این گیسوها هم میگه دیگر بالای سر ابوبکر نماند. برادر عزیز، ابوبکر هم آزار کشیدن، عمر هم عذاب کشیدن، عثمان هم عذاب کشیدن، علی هم عذاب کشیدن، تمام صحابای پیغمبر برای اسلام عذابها کشیدن، رنجها دیدن، جانهای خود چکار کردن؟ جانهای خود از دست دادن. رسول اکرم میگه روز در مسجد الحرام بودن. این سوال جواب برادر است. عبدالله ابن مسعود روایتش میکند، در صحیح بخاری هم میگذرد، میگوید وقتی که سجده طولانی میکرد پیغمبر، سری خود که در زمین میگذاشت، به نهایت دراز سجده میکرد و گریه میکرد برای غم امتش. ابو جهل همراه میگد هشام و همراه عتیبه و همراه عقبه ابن معایط، همراه ابی ابن خلف، 7 دشمن خدا میگه یک حلقه نشسته بودند. خیال شونم این عمل ابو جهل نگذشت. ابو جهل برداشتن آمدن بالای کتف پیغمبر خدا، این شکمبر را پرتافتند.
چنان میگه شکنبه کلانی بود. عبدالله ابن مسعود میگوید که من خرد بودم، من اگرچه سین سالم کلان بود لکن جوستم که خرد بود. میگه من توانایی این شکنبه را از بالای پیغمبر بیراه کردن نمیتوانستم. لکن میگه صدا وقتی که به فاطمه رسید، فاطمه میگه گریان آمد و حال پدر خدا که به این صورت دید، شکنبه را میگه از بالای پیغمبر خدا بیراه کرد و با همان کرته و با همان لطه خود میگه شانه و روی پیغمبر خدا را پاکیزه میکرد. رسول اکرم وقتی که خیست از جای خود حالت دید، یک بوی نجاست در وجودش پرتافتگی، حضرت دستش برداشتن گفتن اللهم علیک قریش، خدایا تو را من گواه میگیرم به آنه که این عمل قریش نظر کن، این عمل اولاد مرا نظر کن. خدایا گفت پروردگارا اینها را در عذاب خودت گرفتار کن. دیری نگذشت میگه جنگ بدر شروع شد، این 7 طایفه در جنگ بدر کشته شدند. البته این حکایه حق دارد، حقیقت دارد. رسول اکرم آزارهای خیلی زیاد کشیدند. ما امتی بی پروا نشیم، ما امتی بی غیرت نشیم، امتی شیم که چگونه که رسول اکرم دلسوزی داشتند ما هم دلسوز باشیم. در عملهای پیغمبر خدا با دندانهای کرسی عملهای پیغمبر خدا را مستحکم بداریم. بر هر یک گپی هر یک دشمن خدا ما و شما فرسوده نشیم، دل شکسته نشیم. باید که دین اسلام را چگونه که با این مشقتها آوردن ما و شما به آسانی از دست ندهیم. سوالهایی که برادرها میکنن، از روی این سوالها من یک چیزی دیگر به یادم آمد. انشاءالله فکر میکنم که جوانها خیلی تصورشان کلان شدگی است، زیرا از سوال آدم خود معلوم می شود که آدم تا چه اندازه علم دارد. سوالهای الحمدلله که بی معنی و ساده دیگر قریب که در مسجد ما و شما نمانده است. السلام علیکم دامنای عزیز، بسیار از شما خواهش دارم که درباره نماز عاشقانه و نماز اساسی و ما چیزی میفهموندی، زیرا ما نماز میخوانیم لکن از لذتش چیزی نمیفهمیم. البته نماز این خیلی یک عبادت بلندی هست، عبادتی هست که به سبب این خداوند شما را وارد جنتش میگرداند. حتی رسول اکرم میگوید نماز بنده در قیامت برای او تاج است و یک روشنی هست در روز قیامت. و اولین سوالی که در روز قیامت بنده را خدا میکند این نماز است، آیا نماز ادا کردی یا نه. نماز عاشقانه گفتن، من یک کتاب دارم به نام نماز عاشقانه، خود کتاب نامش نماز عاشقانه هست. در اون داخل من یک قصه را دیدم، میخوام این قصه را بر شما حکایه کنم. این هم از بچه اسما هست، نبیره ابوبکر صدیق است. نام این حضرت عروه هست، عروه ابن زبیر. شوی اسماء زبیر نام داشتند، بچه همین زبیر عروه نام داشتند. به یک کسل مبتلا شدند. کسل سرطان بود. سرطان یعنی رگ میگیم، رگ در همین ساق، در همین پای نبیره حضرت ابوبکر صدیق پیدا شد. طبیبها را حاضر کردند. طبیبها گفتند، عروه گفتند کمی مواد مخدر بر تو میتیم تا که تو بیهوش میشوی، این پا را باید که ما قطع کنیم ببریم. بغیر قطع کردن، بغیر بریدن این پا دیگر طبابت ندارد. عروه گفتند من مواد مخدر استفاده نمی کنم، یعنی موادی که عقل مرا زائل کند، گفت این حرام است، من این استفاده نمی کنم. طبیبها گفتند عروه اگر این تو استفاده نکنی در بریدن پا بسیار مشقت و عذاب میکشی. گفتند نه. گفتند وقتی من در نماز شروع کردم، در التحیات لله و الصلوات و الطیبات رسیدم، شما بریدن سر کنین. نماز عاشقانه را بینید. وقتی من در التحیات میرسم، در حالت التحیات اگر تمام بدن مرا ببرین من درک نمیابم. حضرت عروه میگن نشستن التحیات سر کردن.
طبیبها در دست کاردها منتظر. حضرت سر کرد التحیات لله و الصلوات و طیبات، رفت دیگر از هوش رفت، در عالم دیگر پیدا شد. طبیبها پا را بریدند. حضرت عروه میگد بعد نماز میگد به هوش آمد، نگاه کرد که پا بریده شده است، گفت پای مرا همراه من به خانه من برید. حضرت میگد به خانه رفتند، پای در پیش خود جان گذاشتند و خبرگیرهای زیاد که در اطراف نشسته بود. این عروه میگه فریاد زد، فرزند، دو فرزند داشت، فرزند کلانیش فریاد زد برای چی خدمتی باشد. فریادش زد، میگه این فرزند کلانی صدا نداد. عروه که فرزندهای خوب تربیه کرده بود، در اولین صدای او لبیک میگفتند حیرت دمان، گفت این لله و این الیه راجعون. چی شد که فرزند من صدا بر صدای من نداد؟ چرا لبی نگفت؟ این بار اول است که من میشنوم که